د پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام و احترامات قلبی خود خدمت شما خواهران و برادران عزیز تقدیم میکنیم. یک برنامه استثنایی بود پیش از یک پس دوباره به طرف فلوریدا بریم به اصطلاح باز ویدیو کلیپ هایی بود. ما میخواهیم که یک گوشیش به شما نشان بدم و در این 2 روز ما برنامه هایی داشتیم اما حالا ما کوشش میکنم که تلفن های شما را بگیرم و نظریات شما را بشنوم در قسمت موضوعات ملی افغانستان، خود افغانستان و 2014 و موضوعات پاکستان و کوشش هایی که پاکستان داره بالای افغانستان کوره بخواد تطبیق کنه که ما باید پلان های پاکستان ناکام بسازیم و ای که پاکستان چطور از انفجاری استفاده میکنه که اهداف شوم خود در افغانستان پیاده بسازه و ای که تمام مردم را به اصطلاح از نظر روانی در چوکات نگاه میخواه کنه. ما باید به ضد از او و پلانهای پاکستان باید تیاری بگیریم و ای که ما در سال 2013 مستقیما از دولت امریکا از ناتو تقاضا میکنیم که آیسای به شکل یعنی تشدیدیش از بین ببره یا فعالیتایش تنها منحصر به پاکستان بسازه برای از اینکه آیسای یک دانه سرطانی از نظر تروریسم از نظر کشتن افغانای بیگناه و صدور تروریسم به تمام دنیا باید ای آیسای بالایش یک کار کنه دولت امریکا و ناتو برای که هر جایی که وطن دوست و شخصی که راجع به افغانستان خدمت میکنه خواه از اون طرف خط دیورند باشه از این طرف اونا میخوان چون آیسای در اون مناطق دیورند کنترل دارن اونا رو میخوان به شکل فوری به اصطلاح بر اونا صدمه برسانن که ای از نظر اسلامیم نارواست و از نظر افغانیم نارواست. ما باید در مقابل اعمال ناشایسته غیر اسلامی آیسای و دولت پاکستان باید اقدام کنیم و این کار ما میکنیم. قراره که ما به اصطلاح پلان 2013 خود ما اعلان کردیم. ما میخواهیم که پیش از این که بحث برنامه بریم به طور خلاصه و بسیار خلاصه صحبت میکنیم که تلفن های شما را بگیرم. ما از تمام رؤسای دیورنجرگر تمام دنیا شخصا تشکر میکنم از فامیلای محترمشانی که مصارف خودشان به عهده میگیرن و برای وطن خود و بر وطندارای خدمت میکنن. او رو خداوند ثوابش و از تمام اعضای دیورنجرگه و از تمام افغانای عزیز ما در سرتاسر امریکا، اروپا، کانادا و سایر ممالک و از خصوصا افغانستان که با هزار نفر و میلیون ها نفر میرسه از اونها ما شخصا تشکر میکنم و ما میخواهیم که از بعضی برادرایی که در این سفر ما را بسیار به اصطلاح مهربانی کردن خصوصا آقای ارشاد جناب ارشاد صاحب یک جوان منور و روشن خصوصا در این سن خود
یعنی این سن جوانی در فکر خدمت به افغانستان است. از اونا ما بسیار تشکر میکنم برای از اینکه در جریانی که ما در اروپا بودیم اینا بسیار زحمتایی را کشیدن که قلبا ما از اونا ما خوش هستم و سایر برادرها از آقای ارشاد خوش هستن. اینا کمیته جوانای اروپا را به اصطلاح تشکیل کردن و عهده دارن این موضوع و دیگه که دکتر صاحب جهانیار و فامیل محترمشان و بیادرزاده نازنینم که دختر نازنینشان از سونا آمدن در تشریف آوردن مانند سایر خوارا برادرها در مظاهره عمومی ناتو و ما از برادر عزیز ما دکتر صاحب جهانیار تشکر میکنم. ما پیش از اینکه صحبت کنم ما میخواهیم که با یک ویدیو کلیپ با شما نشان بدیم. باز پس میایم یک ویدیو کلیپ دیگر با شما نشان میدیم باز اصل برنامه‌ای که در کابل است. بعد از اون ما تلفن‌های شما رو میگیریم. اگر شما کم ویدیو کلیپ با نصب بعد از سلام مجدد نقطه‌ای که باید ما ذکر کنیم و ایست که در چند وقت پیش پاکستان غور و فش میزد بسیار زیاد بالای افغانستان و توجهی نمیکرد. بعد از مظاهره که در مقابل مرکز عمومی ناتو کردیم و همین فعالیت‌هایی که در داخل خود افغانستان انجام داده شد، حال از شیر بودن پاکستان به پشک بودن آمده و انشاءالله که ما موش خواهد ساختیم پاکستان و پاکستان در موش و در غار داره. انشاءالله از دنبش میگیریم میره خوراک چاینیزا میکنیمش انشاءالله. و این فعالیت های خود ما دیگر را نداریم. خوارا برادر عزیز ما دیگر را نداریم بغیر از اینکه ما در مقابل شوروی در اون زمان که سوپر پاور بود، قدرت جهانی بود، ما قدلم کردیم او رو ما خود دادیم. این پاکستان پنجابی خو هیچ چیز نیست. این رو باور کنید که انشاءالله وقتی که داخل کابل داخل افغانستان شروع به زدن نوکرای آیسای کردیم، انشاءالله ببینید که در ظرف یک هفته گلم پاکستان و فعالیت‌های پاکستان در داخل افغانستان از بین خواهد رفت. منتها ما یک مشکل داریم که می 30 سال جهاد افغانا رفتن در پاکستان و در اوجه مجبور بودن که در پاکستان باشن تا با مقابل شوروی جهاد کنن. همین یک ذره شرایط خراب کرده برای مردم افغانستان. اما حالا چون فعلا 11 سال
خود افغانستان با فضل و مرحمت خدا در سر پای آمده و نوکرایش هنوز هم که در پاکستان زندگی میکنن از آیسای آشا و واته میشن، فعالیت خود میکنن. انشاءالله کلش مردم افغانستان تشخیص کرده، مردم افغانستان رو میشناسه. ما فعالیت ها انشاءالله در مقابلش با پلان طرح پلان در مقابل پاکستان فعالیت خواهد کردیم در 2013 و خصوصا ما با دولت امریکا بسیار خواهد فعال بودیم و دولت ناتو. و اینی که ما گفتیم که 2013 سال است که در مظاهره جهانی در مقابل پاکستان و فعالیت‌های پاکستان در افغانستان و عدم مداخله پاکستان در افغانستان ما می‌خواهیم مظاهرات جهانی در سر تا سر دنیا ما برپا خواهد کردیم و ما از تمام شما خوارا و برادرای عزیز، از شما خوارا و برادرای عزیز تقاضا میکنیم، مادر تقاضا میکنه که شما بیاین یک روز وقتتان در مملکتی که مظاهره اسکیجول میشه، ما روز مظاهره را اعلان میکنیم بر مملکت و پیش از پیش انشاءالله شما دو سم بگیرین بیاین، واجبیتان است. اگر نامدین خب میفهمین که شما گناهگار هستین مقابل خاک و وطنتان. ما که در افغانستان رفتم، خاک از پیش ما، خاک مقدس افغان از ما تقاضا کرد که اولادای ما کجا است، چطور توجه به ما نمیکنه. این باید ما برای خاطر شما بیاریم که مسئولیت ما شما در مقابل عملیات پاکستان قدم کنیم و در این حال 2014 میایه شما ما یقین میتونم که دولت امریکا تا جایی که من میفهمم و در واشنگتن، ما دو هفته پیش ما رفته بودم واشنگتن، ما که مقاماتم گپ زدم در خود واشنگتن یک گروه 20 نفری بود که او را امریکایی را تربیه میکنه، به لسان دری و پشتو اونا را تدریس میکنن. اونا میرن در 20 سال میرن در افغانستان وظایف میگیرن که این یک نشانی بسیار خوب است. این به اصطلاح یک ساینی بسیار خوب است که خود امریکا را تربیه میکنه، داخل خود افغانستان روان میکنه. اگر امریکا علاقه مندی نمی داشت به افغانستان این کار هرگز نمیکرد. ما در ویرجینیا رفتم، همراه از اینا صحبت کردم تقریبا 1 ساعت راجع به سیاست افغانستان و در افغانستان چی واقع میشه. ما تمام شرایط بر اونها تشریح کردم. 1.5 ساعت ما همراهشون صحبت کردم و این مطمئن باشین که امریکا از افغانستان نمیبره و تا که شرایط امنیتی در افغانستان، تا که دست پاکستان از افغانستان قطع نشه نمیبره. پیش از اینکه ما تلفن شما را بگیرم یک ویدیو کلیپ ما شما نشان میتونم، باز میام ویدیو کلیپ دیگه باز تلفن میگیرم و تلفن های شما رو میگیرم. اگر شما که ویدیو کلیپ شما نشان بدین این مصاحبه ما در افغانستان یک کلش مانده نمیتونم، برای اینکه ما 1 ساعت وقت دارم. نظر به ضیقی وقت ما به شما 10 دقیقه میمونم، باز صحبت میکنیم، باز یک تلفن میگیریم، بعد از او باز ما میریم ویدیو کلیپ دیگه نشان میتیم، باز ما تلفن های شما رو میگیریم. لطفا با ما باشین. اگر شما اون ویدیو کلیپ با نیست. Hello, good afternoon to all my audience. I came to Afghanistan to prepare a report, a progress report about Afghanistan, what's going on right now, and what the people of Afghanistan think about the current situation and about the U.S. situation in Afghanistan, U.S. position in Afghanistan. So I like to bring you up-to-date information about all of these points that I mentioned, so you can judge it for yourself. I will have live discussion with people, with business owner, with youngster and old people, and you be the judge. And right now I like to show you a scene that they want to correct a road that they are working on it. I think they should know, the municipality of Kabul, that the way they take care of the road and they fix the drainage, it's a really old-fashioned way. They should adopt a new master plan or some kind of plan.
با عرض احترام این ویدیو کلیپ برای شما دیروز پیشکش کردیم. ما میخواهیم که یک ویدیو کلیپ دیگر هم یعنی خلاصه همی 3 روزه نمونهش بر شما آستا میگذارم. شما ببینید که در این 3 روز فعالیت هایی که در افغانستان ما کردیم به شما پیشکش شود و شما برادران و خواهرای عزیز شما کوشش کنید به طرف افغانستان بیاین. در اوجا مشکل امنیتی به شما نیست و افغانستان نام خدا خیر و خیرت است. ما میخواهیم که یک ویدیو کلیپ دیگر به شما بگذارم و شما ببینید مصاحبه تلویزیونی ما را در افغانستان که ما در بسیاری از تلویزیون ها ما مصاحبه داشتیم و از این که ما وقت نداشتیم نتونستیم که به دیگر تلویزیون ها بریم. ما از تمام تلویزیون هایی که در افغانستان فعالیت دارن ما تشکر میکنم که اونا ما را میمان کردن. اگر شما که ویدیو کلیپ دیگر بانیسه دلو بخون که الله پناه د ژوندون نړیوال تلویزیون لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې ویاړم چې زه سراجدین پټان د یوې ځانګړې مرکې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. زموږ دا ځانګړې مرکه ځانګړې شوې ده د امریکا په متحده ایالاتو کې د ډیورنډ جرګې مشر او بنسټ ایښودونکي ښاغلي صدیق متین ته. متین صاحب ستړي مسئ په خیر راغلی. مننه تشکر. متین صاحب در ابتدا اگر بیاین روی از این مسئله روشنی بتین بر ما کمی ډیورنډ جرګه چی زمان و در کجا به اصطلاح به میان آمد و همچنان اهداف عمده از این جرگه چیست؟ اولا سلام احترامات قلبی خود خدمت خواهران و برادرای عزیز خود در داخل افغانستان، در خارج افغانستان، در اروپا، امریکا، کانادا تقدیم میکنم. بسیار جای خوشبختی است که من همراه شما در افغانستان هستم و باور کنید که خواهرها و برادرای خود در داخل شهر کابل ملاقات کردیم. جای بسا خوشبختی است که با اونا باز موضوعات صحبت کردیم. موضوع مهمی بود که پرابلم عمده مردم افغانستان، پرابلم ملی مردم افغانستان موضوع دیورند است، خط دیورند. ما موضوع کار دیورند در جون 2010 شروع کردیم. به اصطلاح دیورند جرگه یک کمپنی داخل خود امریکا راجستر شده، یک به اصطلاح تحت نام رسمی راجستر شده. تحت از این نام موضوع دایی دیورند ما پیش میبریم. شما میفهمین که موضوع دایی دیورند یکی از مشکلات عمده بین افغانستان و پاکستان است. پاکستان فعلی است. اگر میخواین شما کمی به اصطلاح تبصره کنم میشه متین صاحب راجع به اهداف از این جرگه بر ما روشنی بندازین؟ باز میایم روی موضوعات دیگه گپ. اهداف عمده دیورند جرگه به اصطلاح حل مسئله خط دیورند بین دو مملکت است. چرا اگر شما ببینین خط دیورند معنای اصلی چیست؟ به این معنی است که کلی خانه ما و دست مملکت دیگه است. ما آزادی که داشته باشیم نداریم و در این حال اصل موضوع دیورند به اصطلاح امی احترام افغان ماست. ما میخواهیم که احترام افغان ما بالا بره. افغان ما دائم محترم بوده، رسوخ داشته، اهداف ملی خود دائم در نظر گرفته و دایی دیورند به اصطلاح بلند بردن احترام عزت افغان ما در سرتاسر دنیا به شمول افغانستان و منطقه خط دیورند است. بسیار زیاد تشکر. متین صاحب تا حال امی دیورند جرگه کدام کارهای مؤثر را در این زمینه انجام داده؟ پاچا صاحب محترم تشکر از سوالتان. وقتی که ما دیورند جرگه را به اصطلاح تاسیس کردیم ما یک چیز وعده کردیم و وعده ما چیز برای مردم افغانستان، برای بزرگا، برای افغانای ما این طرف خط دیورند او طرف خط دیورند که کارهای ما کارهای عملی خواهد بود. روی از این ملحوظ کارهای کردیم و کارهای عملی بود. مثلا ما دایر کردیم جرگه لندن در اپریل 2011. تماما خواهرها و برادرای ما در اوج تشریف آوردن و برادرها و خواهرای ما در لندن در زیر پارلمان لندن به اصطلاح مظاهرات را کردن و ما تقاضا کردیم چیزی که مربوط مردم افغانستان است و او به اصطلاح در 1893 از مردم افغانستان دزدی شده.
یعنی او موافقت نامه‌ای که عبدالرحمن خان به اصطلاح موافقت کرده بود تنها، یعنی از نظر زبان گفته بود ایره و تا جایی که ما ریسرچ کردیم کدام امضایی را ما نیافتیم تا بالی که امیر عبدالرحمن خان رو امضا کرده باشه. بعضی ها میگه است، ما تا بال خودم ندیدیم. به اصطلاح یک بی‌عدالتی بالای مردم افغانستان تحمیل شده بود 1893 و خاکای ما دزدی شده بود، خواهرها و برادرها از هم دیگر جدا شدن و این دوام کرد در حدود 120 سال. 120 سال ما هیچ چیز دیگر نمیکنیم، ما فقط حق خود میخوایم. یقینا متین صاحب، بعض از دوستا به این فکر هستند که معاهده از خود شرط و شرایط و قانون داره که در هیچ قانون معاهده به اصطلاح 100 سال تطبیق شده نمیتونه یا معاهده 100 سال طول کشیده نمیتونه. شما پیشتر یادآور شدین که تقریبا 120 سال تا 124 سال میشه که به اصطلاح معاهده خط دیورن امضا شده به گفته بعضشان. بعض دوستا ادعا دارن که اصلا چنین اسناد وجود نداره که به اصطلاح امیر عبدالرحمن خان مور کرده باشه یا امضا کرده باشه و یا به اصطلاح حکومت فعلی پاکستان در اون زمان هیچ وجود نداشت، با بعض از سران انگلیسی معاهده به امضا رسیده. بالاخره شما دمی 2 سال یا 3 سال که امی جرگه خط دیورن به اصطلاح برپا کردین و یا بنیانگذاری کردین، شما کدام پیشنهاد امی مسائل به اروپا یا به مقامات امریکایی یا مثلا با بعض مقامات پاکستانی شریک ساختین یا خیر؟ ما میخوایم یک نقطه را به خدمت خواهرها و برادرای عزیز خود مثلا به عرض برسانم و او است که وقتی که امیر عبدالرحمن خان روی ملحوظاتی که در اون زمان موجود بود، برای که حالا ما از نقطه نظر وقت نمیخوایم که در جزئیات بریم، موافقت مثلا عبدالرحمن خان موافقه کرده بود که دولت انگلیس بریتانوی و از نظر قانونی یا از نظر حقوقی به اصطلاح او موافقت نامه تا وقت مدار اعتبار بود که امیر زنده بود و در اون زمان دولت انگلیس بریتانوی. چرا او از مثلا از لوی جرگه افغانستان تیر نشده بود و از ملل متحد تیر نشده بود. این مراحل و همچنان امو قومای بسیار بزرگ که در چهار اطراف خط دیورن وجود داره، مثلا پشتونستان یا بلوچا، در این معاهده دوستان میگن که شرکت نداشتن. وقتی اونا شرکت نداشته باشن که صاحب اصلی خاک شمرده میشه. چی فکر میکنین این معاهده مورد اعتماد قرار خواهد گرفت؟ اگر شما اجازه بدین که من چون این موضوع بسیار مهم است، یعنی سوالتون ما جواب میتونم، منتها اگر شما من اجازه بدین که در این قسمت من کمی تشریح بدم، برای خاطر که در اون زمان امیر عبدالرحمن خان که تند بریتانوی به اصطلاح موافقت کرد که نیمی به اصطلاح نیمی خاکای افغانستان یعنی تحویل انگلیس بریتانوی کنه روی ملحوظاتی که من به شما ذکر کردم. قراره که من بیشتر گفتم از نظر حقوقی تا وقت مدار اعتبار است که خود امیر زنده بود. وقتی که امیر وفات کرد یا امیر جنه بود، از نظر حقوقی یا قانونی کدام مدار اعتبار نیست. اما روی از این که چرا 120 سال ای دوام کرد، این یک موضوعی است که زیاد وقت در بر میگیره، اما با طور خلاصه ما براتون بگویم تا وقتی که انگلیس بریتانوی بود در اوج شرایط افغانستان مساعد نبود که دوباره ادعا کنه از نظر نظامی و اقتصادی که دوباره در مقابل انگلیس به اصطلاح بخزه و خاکا خود ادعا کنه. وقتی که انگلیس بریتانوی برآمد این خاکا را برای پاکستان واگذار کرد در سال 1947 که تاسیس پاکستان است. به این ترتیب ای که 120 سال هم دوام کرده، این هیچ مدار اعتبار نبوده. این تنها مردم میگفتن، اما ما ندیدیم جایی که مدار گفته باشه که برای 100 سال این مدار اعتبار است که 1993 تا 1993 مدار اعتبار است که 100 سالش پوره میشه. به این ترتیب او وقت خاک ما بود، یعنی تمام خوارا و برادرای ما از طرف خط دیورند اونا میخواستن دوباره با وطن اصلیشون که برات از افغانستان باشن یک جا شون، اما روی ملحوظاتی که من ذکر کردم نتونستن و در اون زمان هم پادشاه سابقت یک دفعه یعنی کوشش کرد که این موضوع حل کنه و نتونست، نظر به اینکه از نظر قدرت نظامی شرایطش مساعد نبود. متین صاحب، به نظر شما رای حل یا رای بیرون رفت از این مسئله چیست؟ موضوع است که خط دیورند مربوط مردم افغانستان است، این دایه ملی است. پاکستان میگه که
انگلیس برطانوی مرا به اصطلاح تأسیس کرد. چطور پاکستان تأسیس شد، قسمت خاک هندوستان گرفت، خاک افغانستان، انگلستان، هند برطانوی پاکستان تأسیس کرد. از نظر حقوقی تأسیس پاکستان قانونی نیست، برای از اینکه خاک ما را گرفت و خاک هندوستان تأسیس کرد وقتی که انگلیس رفت. پاکستان میگه که ما میراث گرفتیم از هند برطانوی به اصطلاح. اما حال ما چیزی را شنیدم که در روزنامه یک مضمون برآمده بود، در روزنامه ویسا، که پارلمان انگلیس گفته که ما در زمان جنگ سرد که پاکستان از پاکستان ما طرفداری کردیم، او روی ملحوظ علایده بود، اما از نظر حقوقی ادعای افغانستان صحیح است، ادعای پاکستان صحیح نیست. که خبر چند روز پیش در افغانستان که آمدم در روزنامه ویسا ایره ما خواندم. بالاخره متین صاحب، به نظر شما یا شما کدام راه بیرون رفت از این معضله را پیشنهاد میکنین؟ راه بیرون رفت از این معضله یا از این مشکل یا از این جنجال چی است؟ معضله اینطور است که خاک ماست، بندر ماست، به اصطلاح پاکستان، دولت پاکستان همیشه از طرف افغان ها یا از طرف افغان های عوام این گپا یا این پیشنهادات صورت گرفته، ولی هیچگاه به شکل رسمی از طرف حکومت یا از طرف سران که در حکومت وجود داره این مسئله پیشنهاد نگردیده. موضوعی که شما سوال میکنید این موضوع بسیار عمیق است و بیات سیاسی افغانستان بسیار مهم است. مگر شما کمی حوصله کنین که ما می سوالایتان یعنی یک کمی سرش روشنی پرتم. ما میخواهیم که این موضوع را به شکل صلح‌آمیز با دولت پاکستان حل و فصل کنیم و قراره که ما امی کارار هم کردیم. ما کت برادرها در اون طرف خط دیورند در تماس هستیم و برادرای این طرف خط دیورند هم اونا توقع دارن که این مشکلی که بین دو مملکت مسلمانی که عبارت از پاکستان و افغانستان است باید حل و فصل شود. اگر ما این بخوایم چطور حل و فصل کنیم، از نظر قانونی با شما ما تشریح کردم. اما این که پاکستان میخواد که این موضوع را اگر میخواد این موضوع را کتم حل و فصل کنه، هم علم دایی دیورند هم با مفاد پاکستان است هم با مفاد افغانستان. اگر ما بتانیم دولت افغانستان و دولت پاکستان به اصطلاح ما یک پیشنهاد کنیم با امریکا یا با ممالک ناتو که از نظر اقتصادی یک پکیج را تیار کنه که در اون مناطق بیا یک انکشاف اقتصادی بیاره، این با مفاد هر دو مملکت است. تشکر. متین صاحب، روحیه افغان هایی که در اروپا یا در امریکا زندگی میکنه، روحیه اونا راجع به این موضوع چگونه است؟ روحیه از اینا ما برای خوارا و برادرای خود در داخل افغانستان اطمینان میتونم که خوارای برادرایتان در اروپا و امریکا و کانادا فوق العاده این موضوع یعنی در این موضوع بسیار فکر میکنن و در این موضوع اینا توجه مزید دارن. چرا این به اصطلاح کلی راه حل ملی مردم افغانستان است. مثلا بندرهای ما بسته میشه، مال تجارت در بندر بند میمونه و از نظر از اینکه ما بخوایم ماشینالات بیاریم و مواد معدنی خود صادر کنیم و مواد خام صادر کنیم، باید ما اجازه دولت پاکستان بگیریم که از خود ما معاملات بر خود ما خلق میکنه. به این ترتیب افغانان در سراسر اروپا و امریکا کانادا با ما بسیار همکاری دارن. خدا خیرشان بده، خصوصا همشیرایم در اروپا و امریکا بسیار اینا فعال هستند در این موضوع. چرا این دایه است که تمام این مشکلات فعلی که شما میبینید موضوع ملی است. نه، تمام این مشکلات فعلی که شما میبینید بین مملکتین زاده این دایه دیورند است. بسیار تشکر. متین صاحب، اگر دوست داشته باشین که بعض از تصاویر را که شما از اروپا و امریکا با خود آوردین با بیننده عزیز یک جا ببینید و شما اگر این کار کنین ما بسیار ممنون هستیم. چرا می 2 هفته پیش ما رفتیم در مقابل مرکز عمومی ناتو، ما اوجا مظاهره را برای انداختیم که به طور عمده
دو خواهش ما داشتیم از ممالک ناتو. یکی موضوع دایی دیورند باید حل فصل شود و دیگه همین راکت پرانی هایی که پاکستان بالای خاک بالای این طرف خط دیورند میکنن، این راکت پرانی هاشون باید استاد شود و دولت پاکستان این باید در نظر داشته باشه که مردم افغانستان مردم صلح‌آمیز است، اما تا یک حد اینا میتونن که مردم افغانستان به اصطلاح تیله کده برن، اما این در نظر بگیرن که مردم افغانستان تاریخ 5,500 ساله و 6,000 ساله تاریخ داره و اونا دائما قادر هستند که از خاک و ناموس خود دفاع کنن و این ما خواهش میکنیم به طور صلح‌آمیز از دولت پاکستان، از اردوی پاکستان به اصطلاح در این موضوع توجه کنن، بیاین امرای قراره که کرزی صاحب ما از کرزی صاحب بسیار در قسمت خط دیورند ما تشکر میکنم که بسیار از نظر پالیسی خود بسیار پالیسی فعال داشتن، دائم آمدن چیزی که مربوط به مردم افغانستان بوده اونا وظیفه خود انجام دادن. از وزارت خارجه به اصطلاح اونا اعلان کردن که دایی دیورند مربوط به مردم افغانستان است. دیگه این یک کار است که به مو اساس یقینا بار اول یک رئیس جمهور افغانستان این جرأت میکنه که به شکل واضح میگه که خط دیورند مربوط افغانستان است، مربوط مردم افغانستان در قسمت اعلی مسئله. بسیار زیاد تشکر. به سوالات دیگر هم خواهد پرداختیم. حالا میریم بعض از تصاویر که در اروپا شما فعالیت هایی داشتین با بیننده عزیز. بسیار تشکر. اگر لیدونکو زو په ګډه سره کوم فعالیتونه چې متین صاحب د خپل ملګرو سره په اروپا او امریکا کې درلودل د انځورونو په ګډه سره ګورو، بیا هم هیله مند یو چې زموږ ملتیا وکړئ. قرارداد امضا کنن و وقتی که پاکستان راکت پرانی میکنه بالای افغانستان اونا توجهی نکنن، اونا آگاهی پیدا کنن. به همین ترتیب است خوارا برادرای عزیز در داخل افغانستان، برادرایتان بالخصوص برادر کوچک خردتان در فکرتان است و ما هیچ وقت نمیگذاریم که بالای مردم افغانستان، بالای خاک عزیز ما بی‌عدالتی شود، بالخصوص توسط دولت پنجابی آیسای. ما به می اساس به تاریخ 23 اکتبر 2012 به ساعت 2 تا 4 ما مظاهرات را تشکیل. عرض احترام مجدد، ما از نظر به ضیقی وقت نمیتونیم که تمام به اصطلاح مصاحبه را بکنیم. باز ان شاء الله در آینده میخواهیم که تمام مصاحبه را به شما بکنیم. حالا میریم یک تلفن میگیریم، پس میاییم باز یک ویدیو کلیپ دیگر بر شما میمانیم. بله، السلام علیکم. صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. السلام علیکم صاحب. السلام علیکم قاصد صاحب محترم. السلام علیکم. چه حال دارین صاحب؟ شما خوب هستین صاحب؟ قاصد صاحب محترم، دائم شما از ابتدا تا بال شما یک وطن دوست هستین، به خاکتان علاقه دارین. ما شما قدرمند هستم، شما یک بزرگ هستین. ما میخواهیم که شما اول تشکر کنم و در این حال شما چی فکر میکنین در اروپا نظر افغانای ما ای که میگن که امریکا میبراید چی شرایط در افغانستان شود؟ شما هم نظرتان به شکل مختصر شما بگوین، شما چی فکر میکنین؟ چرا شما در این موضوعات زیاد فعال هستین؟ من نظر شما را میخوایم، بعد از این باز ان شاء الله ما هم نظر خود ارائه خواهد کردم. شما بفرمایید صاحب. جناب متین صاحب، اول من احترامات خود به شما بنیانگذار جزیره ایران تقدیم میکنم. واقعا سوال بسیار بجا و خوب کردین. من اول از جناب محترم ملیکل صاحب که شب گذشته در پروگرام شما از حقایق تاریخی دوران بیان کردن یک جان تشکر میکنم. ما هم همینچنین صاحب. جناب متین صاحب، باید گفتید که دولت افغانستان، امریکایی ها و ناتو همیشه اظهار می‌دارد که تا سال 2014 از افغانستان خارج میشیم. مردم افغانستان به شما میگوید که ما کجا شما را گفته بودیم که بیایید که امروز میبرایید. بله. و هر چی به زبان آقای کرزی چی به زبان سیاسی از خارج شدنتان حرف میزنید.
این گفتار شما چی از نگاه سیاسی و چی نگاه نظامی هم به ضرر خودشان است هم به ضرر مردم افغانستان است. شما ببینید همین که امریکایان میگن ما خارج میشیم یا ناتو، این سرروحی پلیس و اردوی قوی وطن ما تاثیر میکنن. از یک طرف مراد مردم ما را ضعیف میسازه، از طرف دیگر مراد دشمن چی طالبان باشد چی همسایا باشد قوی میکنه که از نگاه سیاسی از نگاه نظامی سیاسی ابی حرف امریکایا قابل قبول نیست و این یک حرف است که پیشه میگیرن به پای خود مردم افغانستان میکنن. خب اگر من اسم ابراهیم برایم اما این فریاد و چیخی که ما ابراهیم این به ضرر خودشان تمام میشه. شما ببینید آقای متین، ما واقعیت را ببینیم. وقتی که امریکایان در افغانستان داخل میشدن یا ناتوی به مردم جهان و مردم های خودشان و ملت افغانستان گفت که ما برای مر القاعده، مر تروریست و مر تریاک به افغانستان میدیم. اینا 80 میلیارد دلار پول مصرف کردن، 5000 نفر از جا کشته شد و امروز القاعده به جای خود است، تروریستان به جای خود است و تریاک هم روز به روز چندین برابر بیشتر شده. بله. وقتی که اینا میبراین خود مردم افغانستان بانین اینا می جواب پیشنی مردم خود چی میگن که شما برای چی رفته بودین که روز براین. ما به شما اطمینان میدم که اینا هرگز برای آمدن از افغانستان نامدن. ملت نجیب آزادمندش افغانستان این یک بازی سیاسی، اینا از افغانستان از گپ خارج نمیشن. اینا بسیار پلان بزرگ در این منطقه دارن. شما رویتان قوی داشته باشین با مو عظمت بزرگی که خودتان سالا این ملت داره در جنگ 80 سال از چنگیز گرفته تا کجا تا سکندر نگاه کردین. شما خودتان نگاه کرده میتانین روی قوی داشته باشین. اما به شما اطمینان میدم که امریکا هرگز از افغانستان نمیبره، منتها شکلش تغییر میکنه و یک چال سیاسی و چال سیاسی هم به ضرر خود از اینا تمام میشه. لذا من برای شما میگم که شما ببینید آقای متین که یک چال سیاسی در که پیش از انتخابات امریکا نماینده امریکا در بین پاکستان افغانستان اعلان کردن که ما خط سیاهی دورند و رسمیت میشناسیم و سفیر امریکا در کابل آمدنی گفت یک چال سیاسی بود که آقای اوباما پیروز شود. شما ببینید وقتی که آقای اوباما در انتخاب پیروز شد 2 هفته پیشتر همون نماینده خدا که باید نماینده امریکا در افغانستان و پاکستان بود و برطرف کردن. شاید از قریب از سفیر خودم در افغانستان برطرف کنن و بالاخره روز برسه که امریکایا بگوید که ما گفته بودیم که دورند به رسمیت میشناسیم دیگه دولت امریکا نیست بلکه دولت 1-4 نفر معمولی بوده که اونا برطرف شدن. لذا ما ملت افغانستان باید ریشه‌یابی کنیم، فکر کنیم و گفار بسیار فکر کنیم به جملات ظاهری، به جملاتی که رادیوها و پروپاگاند میشه ما باید قبول نکنیم. ما برای شما ملت افغانستان میگم که ملت عزیز آزادمندش ما بسیار خوش هستیم که خارجی از افغانستان برای اما در وقت و زمانش که افغانستان به پای خود ایستاده شود ما به ما جایی برسیم که قوای نظامی ما قوی شود. امریکایان با امان خدا برن ما خوش هستیم، ملت خدا نگاه میکنیم. اما ما به شما اطمینان میدم که امریکا و ناتو هرگز از امریکا نمیبره. این چال سیاسی است. لذا آقای متین عزیز که به ما وقت دادین یک جان تشکر. شما پیروز باشین، یک مرد تاریخی هستین. پروگرامتان بخیر، زنده باشین. زنده باشین قاصد صاحب محترم. ما باز هم تشکرات مزید خدا خدمت تمام رؤسای دیوان جرگه بالخصوص شریف جان امید، استانکزی صاحب که آمدند اروپا کدما بودن، احمدی صاحب گل، عبدالرحمن جان احمدی، شنواری صاحب و امی جان، احمد جان و تمام اعضای دیگه دیوان جرگه در داخل خود افغانستان. ما یک نقطه را میخواهیم که به نوکرای آیسای بگویم که دیروز شما برنامه را خواستین که مثلا مزاحمت خلق کنین و ما میفهم که شما
شما رو من میشناسم، شما در هاوزینگ زندگی میکنین. اگر شما جیره‌خور پاکستان نباشین و غلامی پاکستان نکنین، شما این پرابلمی که مردم افغانستان داره این پرابلم ما نمی داشته باشیم. اما این باور کنین که اگر شما حالت پشک دارین، ما شما را مثل موش ورخواد ساختیم و در غار خواد داریم، از غار خواد کشیدیم میتونه. این باور کنین که مردم افغانستان مردم است که در طول تاریخ از حق خود، از خاک خود دفاع کرده و دفاع میکنه. و این ما به شما اطمینان میتم که این حرکات منفی شما جواب خواهد داده شد. و ما وقتی که در میدان هوایی کابل رسیدیم و برادر عزیز ما صادق صاحب آمدن و سایر برادرها آمدن از ارزگان و از ولایات دیگه آمدن مثل شیرواری، ما چی رو فکر کردم؟ ما گفتم که در میدان هوایی کابل ملا مشکالم است، مسجدی خان است، عبدالله خان اچکزی است. ما مردم افغانستان به این اندازه از نظر همت و غیرتش ما اونا را فکر میکنیم. ما در فکر ازی داریم که آدمایی که آمدن در افغانستان مثلا مثل جنرال مطیع الله خان که مقابل سرازو پاکستان 25 میلیون دلار جایزه مانده، عبدالله خان قره‌باغی، جنرال رسول خان، مسلم صاحب از نماینده جلال آباد که دائم آمده بودن که بیا ما را میبریم تا سرحد ترخم، ما شما رو میبریم جلشان میتیم. اتحادیه جوانای فاریاب، اتحادیه جوانان ننگرهار و شما که مزاحمت میخواین خلق کنین، اما انشاءالله ما کشفتان میکنیم، انشاءالله شما هیچ کار کردن نمیتونیم. ما میخواهیم که یک ویدیو کلیپ به شما نشان بدیم. بازم ما سلام احترامات ما را قبول کنین. بعد از ختم ویدیو کلیپ وقت ما پوره میشه. از این که خداوند جل جلاله خدمت ما را قبول کنه و در سال آینده امید است که یک میتینگ بین الافغانی دایر شود، ای موضوعات افغانستان صحبت شود و فصل شود که دولت امریکا و دولت‌های اروپایی که ناتو باشه و شمول امریکا موضوعات ملی خود ما فصل میکنیم. انشاءالله شما متيقن باشین که امریکا پلان برای مردم افغانستان سنجیده که هیچ وقت ما نخواد بگذاریم که در دست پاکستان بره یا مثل سابق باری که امریکا از افغانستان مسئولیت خود ندانست و گریز کرد، افغانستان تنها ماند. این کار نخواهد شد. ما می ویدیو کلیپ میمونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. سلام علیکم. امروز یکی از روزهای خوش است در افغانستان برای ما که برادر عزیز گرامی ما امروز به حیث رئیس قوم انتخاب میشه. ما میریم که تجلیل مجلس کنیم به اصطلاح. دکتر صاحب میرویس حسن دیگر شما باقی مراسم انشاءالله میبینید. خاور دیوالیانو دا کور دی ننگو نام دی نمشی دی جانان وطن واورم السلام دی. خاور دیوالیانو دا کور دی ننگو نام دی نمشی دی جانان وطن واورم السلام دی. کلی گلستانا زار شم زار گران افغانستانا زار شم زار. کلی گلستانا زار شم زار گران افغانستان
شما زار شمله هلمنده زمان دمین جوانده بلخ و قندهار تو خایست بتا تمام ده گل گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار گل گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار خندز بین غرقی گورز خینه وارو سرخی زرغونی شویز مکیتی ماندارو و خزا که خزنی دی برهیرات منال جام دی گلی گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار گلی گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار مینه ورکا خلی لنگر هارتا غرونه ده بامیانو خاندی چهاری کارتا مستد زابل هوا بیاد سری پل هوا وقت بز کشیده بکن دوست جوان می پامده گلی گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار گلی گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار خاور دی ولیانو دا کور دی ننگو نام دی نوش دی جانان وطن وارم سلام دی خاور دی ولیانو دا کور دی ننگو نام دی نوش دی جانان وطن وارم سلام دی. با عرض احترام مجدد ما خواستم یک گوشی امو انتخابات جرگه قوم حسین خیل به اصطلاح به شما نشان بدم. ما در تلفن برادر عزیز گرامی ما که همسفرم بود در افغانستان، ما عبدالرحمن جان احمدی رو داریم. احمدی صاحب شما بفرمایید صحبت کنین صاحب. السلام علیکم متین صاحب محترم، همسفر گرامی. السلام علیکم صاحب. سلام علیکم. من بسیار خوش هستم و افتخار میکنم امرای شما همسفر بودم داخل افغانستان و من بسیار خوش هستم که چیزایی که گفتین واقعا همگیش حقیقت داشت. من دیدم که در میدان هوایی چقدر دوستا بزرگا به اصطلاح صاحب منصبای عالی رتبه پلیس از محکمات و دیگر دوستان تاجر و هموطنان به بدرقی شما آمده بودن که ما در اوجه حضور داشتم. صادق صاحب بودن. ما بسیار خوش بودم چی رقم بدرقه شدن و خوشحال هستم از اینکه در هتل که ما امرایتان بودم چقدر دوستا می آمدن جوقه به اصطلاح و اونا اکثر از اینا لطف کردن
میمانی های برتان ترتیب دادن دور همین. متاسفانه اما فیلمایی که ما دمو همراه دوستا گرفته بودم در کامری ما امروز متاسفانه نمو کامرا گم شده از پیش ما که اولین بار در سرویس آمده بودم از پیش ما کدام گرفت مقصد برد. ما احمدی صاحب ما واقعا علت که شما را گفتم بیایید شما صحبت کنین ایست که ما از شما شخصا تشکر میکنم. شما یک شخص ملی هستین و شما به سلامی خطر قبول کردین، داخل خود افغانستان آمدین و با مردمتان به خاکتان خدمت کردین و این یک نمونه است که به تمام برادرای افغان ما و خوارای افغان ما ایره با اطلاعشان میرسانیم که ما شما باید هیچ گونه حراسی نداشته باشیم که بریم در داخل خاک افغانستان خود خدمت کنیم. و ما در افغانستان از هر نگاه امنیت و از هر نگاه مسئولیت است و ای که ما بریم در داخل افغانستان و آزادانه بریم بیاییم این کمر پروپاگند پاکستان مشکنانه. شما چی فکر میکنید در این قسمت؟ والله محترم متین صاحب وقتی که یک کسی از پشتیبانی مردم چی مردم عادی چی مردمی که مامورین باشه برخوردار باشه دیگه حاجت ترس نیست دیگه دیگه. وقتی که یک نفری که یک خدمت به یک وطن خود میکنه او را اگر او از بین بره یک چیز عادی می باشه و عوضش کسای دیگه میگیره. و بازم شکر میکشم که بسیار افتخار میکنم، شکر میکشم شما در موتلی که ما شما بودیم و آیسای پاکستان برتان پلان از بین بردن شما را ترک کرده بود. خدا را شکر میکنم که من یکمی گفتم که بله فضل خدا که شما هم جان به سلامت بردین کتما صاحب. یعنی ما این نمونه است که برادرای افغان ما به اندازه شجاع و دلیر هستند. احمدی صاحب گل ما یک دقیقه داریم که خداحافظی کنیم که برازی که ما اشاره میتن که وقتتان پور است. در آینده اگر امکان داشته باشه به خاطر دیپلماتایی که در بلوچستان، پشتونستان و افغانستان هستند که زبان فارسی را میفهمن، اگر یک کمی به انگلیسی هم صحبت کنیم اونا حتما صاحب حتما. همون برنامه که من دیروز نشان دادم به انگلیسی صحبت کردم برای که ما هدف ما است که او را به تلویزیون امریکا روان کنیم و تلویزیون اروپا و الجزیره یا که بفهمن که شرایط افغانستان و ما بتانیم که 2014 را پیش بینیش به اصطلاح به انگلیسی و همین نقاطی که مردم افغانستان راجع به او فکر میکنه ایره به انگلیسی ما باید صحبت کنیم و روان کنیم و ما کوشش میکنیم که در تلویزیون های الجزیره، تلویزیون های داخل امریکا، داخل افغانستان و خود دولت امریکا، ممالک ناتو ما در تماس شویم که اول موضوعات انتخابات ریاست جمهوری صحبت کنیم و دیگه آینده مردم افغانستان که با مردم افغانستان ما به اصطلاح اطمینان میتیم که ما فعال خواد بودیم. برادرای عزیز ما در اروپا، ما در امریکا و کانادا هم بسیار برادرای عزیز ما در کانادا آمدن. ما خواهش میکنیم از تمام برادرها از نظر بودجوی و از نظر فیزیکی و از نظر ما اطمینان داریم بالاشون، از نظر وطن دوستی بی‌شایبه هستن خصوصا در داخل افغانستان. خب ما هیچ حتی صحبت کردن نمیتونیم که به چی اندازه شهامت و جرأت مردم افغانستان به چی اندازه است و این آدمایی که در خدمت هستند افغانستان، آدمای ملی، آدمایی هستند که از هیچ چیزی اونا هراس ندارن، خصوصا کسایی که او که بر مردم افغانستان واضح هستند و کسایی که بر افغانستان خدمت نمیکنن، آرزو ندارن و در طول تاریخ خیانت کردن و موضوعات دیگه است. ما از کرزی صاحب خواهش دارم که در این وقت شما باید یک کار کنین، یک کاری که مربوط به شماست که نامتان مانند امان الله خان ذکر شوه یا نامتان مانند شاه شجاع ذکر شوه. شما باید در مقابل پاکستان، در مقابل منافع ملی افغانستان شما قدم کنین و از خود یک خاطره خوب بگذارین. ما باعث یک افغانتان همی پیشنهاد به شما میکنم. باز هم میگم که کرزی صاحب مربوط به شماست که یک خاطره مانند خاطره امان الله خان یا داود خان بزرگ
بانین یا خاطره مثل شاه شجاع را بانین همی و چون وقت ما پر شده و چراغ سرخ روشن شده احمدی صاحب از شما ما تشکر میکنم از همشیری یک کلمه میگم بسیار میبخشین که وقتانه میگیرم. ما از تمام برادرای خود در افغانستان در خارج از افغانستان خواهش میکنم. الو بله بفرمایید گوش است. خواهش میکنم بیاین امرای دیورن جرگه یک جا شود وظیفه ایمانی وجدانی و وطن پرستی خود انجام بدن، از امو آب و هوا اونا استفاده کردن، بیان وظیفه خود انجام بدن. والله من قسم میخورم که لذت میبرن، کدام نقصان دیگه نمیکنن. بیان دیورنجیدگاه یک جای شون، هیچ کدام چیز نیست و یک مشت آهنین بدان آیسای پاکستان خواهد شدیم کل ما. انشالله. احمدی صاحب رویتان میبوسم، سلامای خدمت فامیلی محترم تقدیم کنین. باز من برای شما صحبت میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. سلام علیکم.